به این سه دسته از آدما توی زندگیت هرگز اعتماد نکن. درسته که ما توی این کانال به طور مداوم داریم در رابطه با پول صحبت میکنیم، اما باید به این درک برسی که اعتماد کردن توی پروسه زندگیتون به رفقاتون و اطرافیانتون و چه در تجارت و مسائل مختلف روی مسائل مالی شما تأثیر مستقیم داره. چون وقتی که من اعتماد اشتباه میکنم، چه به دوست دخترم، چه به پارتنرم، چه به همسرم، چه به فک و فامیل خودم، تفاوتی نمیکنه. در نهایت اگر من وارد حاشیه بشم، زمان خودم رو از دست میدم و به معنای واقعی زمان طلاست و وقتی که من زمان از دست میدم، وارد حاشیه میشم، ذهنم منحرف میشه، از اهدافم عقب میافتم و هزار تا اتفاق دیگه میفته. پس اعتماد کردن و یاد گرفتن این که به کی اعتماد کنی به کی نکنی خیلی اهمیت داره، مخصوصا این که شما عزیزان همتون یه روزی صاحب تجارت میشید و موقع استخدام کردن شما باید بدونی به کدوم نیرو باید اعتماد کنی یا نکنی. دسته اول کسانی که خیلی حرف میزنن. چرا نباید به اینا اعتماد کرد؟ سوال قشنگیه. وقتی یه نفر بیش از حد حرافه، در نهایت به طور قطع و گارانتی به شما لطمه خواهد زد، اما نه به صورت از قصد. یعنی آدم ها هدفشون نیستش که به شما لطمه وارد کنن، بلکه این آدم ها چون زیاد حرف میزنن، رازهای شما و رابطه شما، آنچه که شما شاید نخواید با دیگران به اشتراک بذارید رو با دیگرانی شاید تو زندگی شما در آینده دشمن شما بشن، باهاتون لج بشن، باهاتون چپ بیفتن، به اشتراک میذارن. کسانی که زیاد صحبت میکنن یعنی ارزش دیتا و اطلاعات رو نمیدونن و عصر امروز عصر اطلاعاته. در عصر اطلاعات نقش چی رو داره؟ نقش پول نقد رو داره. اگر شما بدونی چطور زندگی کنی، چی بخری، کجا بخری، کی بخری، خب مسلماً ثروتمند میشی. یعنی پول با اطلاعات هیچ تفاوتی نداره. نکته مثال واسط میزنم، شما میخوای توی ایران یه بیزینسی ران کنی، میخوای فلافلی بزنی، به نتیجه رسیدی که آقا اگر فلافلی رو اینطوری درست کنی، در این منطقه این مغازه رو باز بکنی، بر اساس 2 سال تحقیقات و همچنین کتاب خوندن و همه مطالبی که توی زندگی زمان گذاشتی و براش اینجا اگر بزنی خیلی جواب میده. یه رفیقی هم که داری خیلی حرافه، داری باهاش صحبت میکنی با هیجان دوستی و مرام و محبت، نه اینکه مثلا بد باشه، بهش میگی که آره من میخوام فلانجا فست فود بزنم، بعد میخوام فلافل همبرگر بزنم، خیلی ایده خفنیه، میخوام یه همبرگر بزنم که نونش گرده، فلافلا اینجوری توش بچینم، عکساش هم گرفتیم، به نظرم این ایده میترکونه، دارم پولمو جمع میکنم، تو 9 ماه آینده میخوام اجرایی بکنم. دوست شما میاد با من صحبت میکنه، منم آدمی هستم که دستم به دهنم میرسه و دیوونه ایدم، به من ایده بدید من فقط اجرایش کنم. کلا از این قضیه لذت میبرم، میشینم تو ذهنم یه چیز میگه دینگ، آها تموم شد، 3 تا شعبه تو همون محله، اونو میبینی افتتاح شد، حاجی چرا ایده های من همش داره اجرایی میشه. عزیزم همینه با آدمایی که حراف هستن، وقتی رفت و آمد میکنید هرگز به این آدما اعتماد نکنید. من نمیگم باهاشون بیرون نرید یا کار نکنید، در رابطه با مسائل تجاری، بیزینستون، کسب کارتون، خانوادهتون، مسائل شخصیتون به این آدما هرگز اعتماد نکنید، وگرنه لطمش رو میبینید. و دقت داشته باشی این آدما میتونن کسانی باشن که فامیلن، برادرتونه یا مثلا خواهرتونه یا مثلا کسی که همسرتونه، ولی این آدما حرافن، حرف زدن رو دوست دارن، به اینها هرگز اعتماد نکنید. دسته دوم کسانی که خیلی سکوت میکنن، کسانی که شما هیچی از این آدما نمیدونید، کسانی که ببین همیشه ساکتن، در حال دریافت اطلاعات هستن. این جور آدما معمولا خیلی هم سوال میپرسن که ما اسمشو توی ایران میذاریم فضولی. من به شما میگم برعکس. ببین توی استخدام نیروهای امنیتی مثل FBI، CIA یا همون داستانهای ایران خودمون این قضیه رو آموزش میدن. 1. کسانی که خیلی حراف هستن هرگز استخدام نمیشن. کسی که حرافه وقتی زیاد حرف میزنه میتونه اطلاعات ناخواسته همینجوری لابلای حرفاش بده بره. 2. کسانی که خیلی ساکتن و خیلی سوال میپرسن، اینا یا آموزش دیدن بابت این موضوع
یا اینکه کلا آدمایی هستن که از جذب اطلاعات و آمار داشتن لذت میبرن. اگر دقت کنین این دسته از افراد آدمایی هستن که آمار همه رو دارن. البته من توصیه میکنم که شما همینجوری باشید. هرچی کمتر صحبت کنی خیلی بهتره، مخصوصا تو جمع‌های مختلف. ساکت باشی، بذاری دیگران عرض اندام کنن و شما دیتا رو جذب کنید. نیازی به عرض اندام کردن و پیدا کردن رقیب و اینجور چیزا نیست. نکنید این کارو. بعداً راجبش خیلی مفصل‌تر توضیح میدم که این یک اتیکت رفتاری مهمه. برای یه آدمی که هدف مشخص داره، هر چقدر شما کمتر صحبت کنید راحت ترید و کمتر دشمن پیدا میکنید، کمتر وارد حاشیه میشید. 2. آدمایی که ازتون خیلی سوال میپرسن، به اینا هرگز اعتماد نکنید. مثال واسط میزنم: چند سالته؟ چه باحال؟ بچه کجایی؟ اونجا زندگی میکنی؟ خوبه؟ منطقتون اونجا خونه چنده؟ مستاجرید؟ اونجا صابخونه ای؟ محل کارت کجاست؟ خونتون خیلی از محل کارتون دوره؟ مثلا نیم ساعت 40 دقیقه با مترو میری؟ کی میری؟ کی میای؟ محل کارت کجاست؟ برادرت خواهرت چی کار است؟ ببین اصلا یک دیتای کامل، یک پروفایل کامل از شما به دست میاد. حالا این آدم قصدش بد نیست، اصلا قصدش بد نیست، خیلی هم دوست خوبیه، فقط کلی از آدم دیتا جمع میکنه. ذاتش اصطلاحاً میشه فضولی. کلا دوست داره این قضیه رو. مثلا تصور کن که قصد بدی داره، میخواد اصلا دوست امروز دشمن فردا، 1 سال بعد باهات دشمن میشه. میدونی کی میری سر کار، کی خونه نیستی، کی همسرت خونه هست تنهاه، کی دخترت خونه تنهاست. اصلا طرف میخواد یه برنامه بچینه تو زندگی شما موش بدونه. میخواد اصلا آقا همسرتو اذیت کنه، میخواد یه رابطه مخفی ایجاد کنه. برای چی باید این دیتا رو به یه نفر بدی؟ و 3. به کسانی که هیچ دیتایی از اونها نداری اعتماد نکن. کسانی که هیچ دیتایی نسبت به آنها ندارید، تو میگه آقا من همه اطرافیان رو میشناسم، همه چیزشو میدونم، اگر این چند تا سوالی که الان ازت میپرسم رو نتونی جواب بدی، اون رفیقی که تو زندگیته یا آدم خطرناکیه برات. تا مادامی که بتونی به اینا پاسخ بدی. 1. نام پدر و مادرش چیه؟ میدونی چیه؟ خیلی سوال قشنگیه. 2. شغل پدر و مادر خواهرش چیه؟ آقا شاید خواهرش و برادرش توی ارگانی کار میکنه که اصلا در تضاد با کل افکار تو. آقا یا شاید اصلا برادرش قاچاقچیه. خب وقتی که تو این اطلاعات و دیتا ها رو نداری، نمیتونی درست تصمیم بگیری. پس 1. طرف اسم پدر مادرش چیه؟ 2. برادر، مادر و همچنین پدر، خواهرش شغلشون چیه؟ 3. کجا زندگی میکنه؟ دقیقاً این آدرسش کجاست؟ آدرسشو داری؟ دقیقاً کدوم طبقه است؟ کدوم واحده؟ کجاست؟ چون امروز خیلی از ارتباطاتمون تلفنی و اینترنتی شده، ما بیرون قرار میذاریم و هیچ دیتایی هم نسبت به هم دیگه نداریم. پس این 3 تا سوال تو ذهنت داشته باش که آقا من اگر جواب اینها رو ندارم، اطرافیان من آدمایی هستن که نباید من بهشون اعتماد کنم تا مادامی که این دیتا ها رو داشته باشم. 4. این دوست ما دقیقا کجا کار در چه پوزیشن کاری هست؟ شغلش چیه دقیقا؟ منبع درآمدش چیه؟ از کجا داره پول در میاره؟ پولاش از کجا میاد؟ اونجایی که کار میکنه سمتش چیه؟ اونجا آبدار چیه؟ رئیس؟ مدیر؟ کارش چیه دقیقا؟ آیا من آدرس محل کارشو دارم؟ میدونم که کی میره کی میاد؟ اینا دیتاییه که توی روابط من باید بدونم. ببین دوستی که فقط این نیست که رنگ مورد علاقهش چیه، غذای مورد علاقهش اینه، خودشم بچه پایینه، قلیون میکشه. نه، این نیست. من باید طرف مقابلم رو بشناسم و اینا بیسیک های شناخته. سوال بعدی: زمانهایی که با من نیست
این واقعا اهمیت. زمانهایی که با من وقت نمیگذرونه، این دوست گرامی با کی وقت میگذرونه، روابطش با کی هست، اطرافیانش کی هست، کجا میره میاد. و تو میگی که خب اینا که فضولیه. رفیق، آن کسی که شما در زندگی اسمش رو میذاری رفیق، از برادر بهت نزدیکتره، از مادر بهت نزدیکتره، از همسر بهت نزدیکتره. مگه میشه تو این دیتاهای رو نسبت به طرفت نداشته باشی؟ من دارم راجع به مهمترین مسائل زندگی، مسائل شخصی. هر چی که در خودم هست و هر چی که میخوام انجام بدم، پلنام، اهدافم، رازهای تاریکم و کارهایی که با هم دیگه میکنیم و فلان و داستان و حواشی که هست، و من دارم با این فرد وقت میگذرونم. من باید بدونم این دیتا مهمه، اینا چیزی که باید بهش اهمیت بدیم. پس به این سه دسته از آدم ها اعتماد نکن. چند بار تا حالا از اعتماد کردن به دوستان صمیمی خودت لطمه خوردی و این لطمه دقیقاً چی بوده؟ برای من کامنت بذار، همه کامنت ها رو میخونم. لایک و سابسکرایب یادتون نره و منتظر ویدیوهای دیگر ما باشید. تا دیدار دیگر، بدرود.